خوب ببینید، اینجا آرامگاه محمد ابن جعفر، فرمانده لشکر اعراب و متجاوز به خاک ایران است. آرامگاه او در غرب دسفول همه روزه با شکوه و عظمت خاصی پذیرای ایرانیان است که به زیارتش میروند، دعا میکنند و برایش دخیل میبندند. اما قسمت تأسف‌بار تاریخ اینجاست که در نزدیکی آرامگاه محمد ابن جعفر آرامگاه شخصی است که مردم ما او را نمیشناسند، یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک. یعقوب لیث با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز همان محمد ابن جعفر بود و این فرمانده هم در این جنگ کشته شد و اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارد که هر کس تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می‌کند که یعقوب لیث متجاوز به این کشور بوده و محمد ابن جعفر مدافع ایران. ملتی که تاریخ نداند محکوم به تکرار آن است.